سلام بیننده گرامی، با تازه ترین اخبار امروز پنجشنبه هفتم آگوست در خدمت شما هستیم. در ابتدا نگاه به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. عبور مرز با اکسکاواتر، چند شهروند چین را برای غیر قانونی گذشتن از سرحدی افغانستان به تاجیکستان دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که نوبسته از ادامه برخوردها ممکن است به زودی با ولادیمیر پوتین درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو می‌کند. راه بسیار دراز بود، شاید همچنان دراز بماند، ولی امکان خوبی هست که به زودی ملاقات کنیم. دادگاه عالی تاجیکستان گروهی از مقامداران وزارت دفاع و دیگر اداره‌های دولتی را برای دزدی 124 میلیون سامانی از آزادی محروم کرده است. مقامات رسمی یکی از ناحیه‌های مرزی تاجیکستان میگویند برای عبور غیرقانونی سرحدی تاجیکستان به ضد چندی از شهروندان چین پرونده باز کردند. به قول مقامات، شهروندان همسایه کشور بزرگ تاجیکستان از سرحد افغانستان به این طرف گذشتند. معلوم نیست سرنوشت آنها چه می شود، ولی برای غیر قانونی گذشتن از مرز تاجیکستان جزای سختی تعیین شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. چند شهروند چین و افغانستان با گمان عبور غیرقانونی مرز در ناحیه شمس‌الدین شاهین بازداشت شدند. این افراد در ساحل‌های رود 5 مشغول زرشویی بودند. دادستان ناحیه شمس‌الدین شاهین این خبر را تصدیق کرد و گفت پرونده را مقامات امنیتی تحقیق دارند. دادستان ناحیه شماره بازداشت شدگان را افشا نکرد، اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که چند شهروند چین و افغانستان ماه می با هدف زرشویی مرز را عبور کرده وارد تاجیکستان شدند. با گفته منبع، آنها سوار اکسکواترها از جایهای کمابی رودخانه گذشتند و حالا 2 اکسکواتر این افراد در دست مقامات تفتیشاتی اند. دادستان ناحیه هم این را تصدیق کرد که مرزچکنها با اکسکواتر وارد تاجیکستان شدند. رئیس ناحیه شاهین گفت که اصلا این افراد میبایست در آن سوی مرز زرشویی میکردند. یا اصلا کارکردی و کارکرد طلای پاشخورده مشغولند. قسمت در سرحد عبور کردن دست ورود شهروندان چین و افغانستان از آن سوی مرز در حالی است که ماه نوامبر سال 2024 در مرز تاجیکستان یک شهروند چین کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه در کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود تیرمیزه که در دره زربوز واقع است اتفاق افتاده بود. کارخانه مذکور تازه سال گذشته ثبت نام شده با استخراج طلا مشغول بود. دادستان ناحیه 6 ماه پیش گفته بود که نسبت این حادثه پرونده باز شده است. ناحیه شمس‌الدین شاهین با ولایت تخار و بدخشان افغانستان مرزی مشترک دارد. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد طلا در لب دریای 5 از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، شهروندان چین هم در اینجا طلا می‌جویند. مقامات رسمی گفتند در ملاقات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین یکی از مسائل اساسی احتمالاً قلمروهای اشغالی این کشور است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است شاید روزهای نزدیک دو طرف تلفنی صحبت کنند، ولی حالا چنین گفتگوی برنامه‌ریزی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که به جنگ روسیه در اوکراین در مدت کوتاه پایان می‌دهد. جزئیات در گزارش همکارم کایومارسیاتا. ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کند. در این باره مقامات حکومت آمریکا خبر دادند. اگر چنین شود، این ملاقات اولین روبروی رهبران روسیه و آمریکا پس از تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 خواهد بود که پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در یک کشور اروپایی است. بنا به گزارش‌ها، ترامپ روز چهارشنبه به رهبران کشورهای اروپایی گفته است که قصد دارد با ولادیمیر پوتین ملاقات کند و سپس دیدار سه جانبه با شرکت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین داشته باشند. ما امروز با رئیس جمهور پوتین گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. امکان بسیار خوبی هست که روند را به پایان رسانیم و به پایان راه برسیم. راه بسیار دراز بود، شاید همچنان دراز بماند، ولی امکان خوبی هست که به زودی ملاقات کنیم. پیشتر از این، استیو ویتکاف فرستاده آمریکا روز چهارشنبه با پوتین ملاقات داشت. مسکو گفتگوها را سودمند و سازنده خواند.
اما پوتین و زلنسکی از ماه دکبر سال 2019 ملاقات نکردند و نفرت به یکدیگر را هیچ پنهان هم نمی‌دارند. این حرکت‌های دیپلماتی چند روز پیش از پایان مهلت صورت می‌گیرد که ترامپ به روسیه داده و گفته است که اگر جنگ را در اوکراین بس نکند زیر تحریم‌های سخت نوع اقتصادی قرار می‌گیرد. زلنسکی روز چهارشنبه گفت که ظاهراً شیوه سختگیرانه واشنگتن نتیجه می‌دهد. به نظر می‌رسد که روسیه اکنون بیشتر به بررسی آتش بس مایل است. فشار به آنها ثمر می‌دهد. اما نکته اصلی این است که باید مطمئن شویم آنها در جزئیات کسی را فریب ندهند، نه ما را و نه ایالات متحده را. بنا به گزارش‌ها شاید روسیه قطع حمله‌های هوایی را به اوکراین پیشنهاد کند که برای هر دو طرف سبکی می‌دهد، اما این پیشنهاد مطابق به خواسته اوکراین و آمریکا نیست که ماها باز می‌خواهند سازش آتش بس فوری صورت بگیرد. بعد از سر گرفتن مذاکرات مستقیم صلح در ماه می، روسیه به کیوف حمله‌های سخت هوایی انجام داده ده‌ها نفر را کشت. هفته گذشته ترامپ این حمله‌ها را نفرت انگیز خواند. عین زمان منابع نزدیک به حکومت روسیه به خبرگزاری رایترز گفتند گمان است که پوتین به تهدیدهای ترامپ تن بدهد، زیرا باور دارد که جنگ را میبرد و رسیدن به هدفهای نظامی خود را بالاتر از بهتر کردن مناسبت روسیه با آمریکا میشمارد. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات رسمی گفتند تعدادی از کارمندان میلیسا را که به قول لاغر شدند دیگر باره به ریاست و شعبه‌های وزارت امور داخلی به کار گرفتند. چند ماه پیش وزارت تعدادی از کارمندانی را که فربه بودند و وزن زیاد داشتند از کار جواب داد، زیرا به قول مقامات مطابق با معیارهای یک میلیسای چابک و چالاک نبودند. گزارش را در این باره همکارم شعلای عبدالله تقدیم می‌کند. برزو بابایوف، کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که برای فربهی از کار رانده شده بود، دوباره به کار برقرار شده است. قضیه از کار راندن بابایوف بهار امسال جنجالی شده بود. ماه اپریل بابایوف در یک مراجعه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته بود به مشکلش رسیدگی کند. در نشست خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کردند که 26 تن به دلیل گرانوزنی از کار رانده شده بودند و در برابر چند بابایوف نیز دوباره به کارش برگشته است. در همین حال تاکنون نظر خودی بابایوف برای رسانه‌ها دسترس نیست. با گفته بابایوف او را ماه ایول سال 2024 در برابر چند تن دیگر برای ناموافقتی وزنش از کار رانده بودند که آن زمان 125 کیلوگرم وزن داشت. به ادعایش برای او مهلتی کم کردن وزن ندادند و مراجعت‌های به تکرارش به سطح‌های گوناگون وزارت به نتیجه بودند که به مقامات‌های بالاتر رو آورد. من چند مرتبه با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکتوب‌های خود را کردم. از مکتوب‌ها آمدند ولی دستگیری نشدند. محترم جناب، بعد این مراجعه ویدیویی بابایوف به رسانه‌ها گفت که او را ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. این وزارت در گذشته نیز کارمندانش را بنابر وزنی از حد بیش از کار رانده بود. از جمله سال 2017 20 کارمند پلیس برای گرانوزنی رانده شده بودند که بعداً 13 تن آنها دوباره به کار برگشتند. آن زمان وزارت کارهای داخلی گفته بود که معیار مقرر شده وزن وابسته به قد کارمند است که اگر قد 1 متر 70 سانتی متر باشد وزن او نباید از 70-75 کیلوگرم بیشتر باشد. وزارت کارهای داخلی میگوید همه ساله کارمندانش از تشخیص طبی داخلی میگذرند و باید وزن آنها به معیارهای مقرر شده خدمت داخلی مطابق باشد. و در یک بیانیه رسمی که وزارت امور داخلی تاجیکستان در همین نشست خبری تقسیم کرد آمده است که در 6 ماه امسال تقریبا 500 موردی مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی را آشکار کردند. به عباره دیگر هر روز در تاجیکستان کمتر از 3 فالبین یا به قول مقامات ساحر و جادوگر را به جوابگری کشیدند. در این میان فقط در شهر دوشنبه 84 نفر را برای فالبینی که در کشور منع است جریمه بستند و 6 نفر را به جوابگری جنایی کشیدند.
ماه ایون سال گذشته در تاجیکستان برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی جزای سخت تعیین کردند. بر اساس کدکس جنایی برای سحر و جادو و فالبینی اول جریمه می‌بندند، ولی اگر کسی از این تجربه دست نکشید و تکرار کرد ممکن است هزاران دلار جریمه سپارد و یا تا 2 سال عمرش را پس پنجره سپری کند. در گذشته بعضی از فالبین‌ها در تاجیکستان اعتراف کردند که در میان مشتریانشان نزدیکان منصبداران بلندپایه هم هستند که توسط خویشاوندان خود از آنها برای کارشان مدد می‌خواهند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. دادگاه عالی تاجیکستان خلاصه پرونده پرسر و صدای دزدی میلیون‌ها دلار و یا بیشتر از 120 میلیون سومانی از وزارت دفاع را اعلام کرد. گروهی از منصبداران وزارت و دیگر اداره‌های دولتی را سال 2024 با اتهام دزدی حق سربازان تاجیک و هم پول دستگیر کرده بودند که باید برای تقویت توانایی جنگی تاجیکستان و مقابله با هر گونه خطر احتمالی خرج می‌شد. اکنون کی برای این جنایت پس پنجره رفت و کی نه؟ در گزارشی از برات یوسفی و علیشیر ظریفی می‌بینیم. شماری از گمانبران تصرف بیشتر از 120 میلیون سومانی وزارت دفاع کشور به مهلت‌های گوناگون زندانی شدند. سیدعلی رحمانزاده، معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت از 124 میلیون سومانی ربوده شده بیشتر از 16 میلیون سومانی هنوز برگردانیده نشده است. از نفرهایی که با جوابداری کشیده شده 9 نفرشون با جزای محروم ساختن از آزادی و محکمه کشیده شدند. این افراد از 5 تا 15 سال زندانی شدند. 62 نفر باقی مانده با جبران ضرر از جوابگری آزاد شدند. از 71 نفر بازداشت شده در دایره این پرونده 28 نفر افراد غیر نظامی و 43 تن دیگر از اداره‌های وزارت دفاع و دیگر مقامات بودند. اما گفته نشد که آیا آنها عضو یک شبکه بوده دست به جنایت سازمان یافته زدند و کی این گروه را رهبری میکرد. چون این دزدی مبلغ هزاران سرباز را از غذا، سر و لباس و مهمات حربی محروم کرده است. مبلغ اساساً برای خورد و خوراک، برای سر و لباس سربازان، برای تکنیک حربی را تامین کردن، اساساً برای آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان خبر دزدی و از خود کردن میلیون‌ها دلار از وزارت دفاع را ماه فوریه سال گذشته تصدیق کرده بود. سوء استفاده پولی که برای سربازان، افسران و محافظت مرز و بوم کشور جدا شده است، در حالی است که در گذشته نگرانی‌ها از تامین نامناسب قسم‌های نظامی و گرسنگی کشیدن سربازان صدا داده است. سازمان شفافیت بین الملل ماه ینوری سال گذشته با نشر گزارش شاخصی درک فساد تاجیکستان را در میان 180 کشور در جای 162 قرار داد که یکی از زینه‌های پایین‌ترین به شمار می‌رود. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید امسال بریدن عقد نکاح در تاجیکستان کمتر شده است. طبق آمار رسمی در نیمه اول امسال در کشور بیشتر از 4100 عائله از هم پاشیدند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 291 عدد کمتر است. نمایندگان وزارت عدلیه گفتند که در نشست خبریشان گفتند که در نیم سال در تاجیکستان کمی بیشتر از 30,000 عقد نکاح ثبت شده است. پاشخوری عائله‌ها و محروم شدن فرزندان از تربیت یکی از والدین سال هاست که یکی از موضوعهای نگران کننده در جامعه تاجیکستان باقی میماند. برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و هم صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند به ما نویسید، نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.